چاودی کشی را بر مبنای پیسمیکرها بیشتر رویش فوکس کنیم. چیزی هم که امروز هم روی کشی که گپ میزنیم معلوم دار است که خب وقتی که ما الکتروفیزیولوژی میگیم ECG قلب قضیه است. خودش الکتروکاردیوگرام، هر چیزی که با الکترون ها و با برق قلب کار داشته باشه کار برقی قلب مربوط الکتروفیزیولوژی قلب است. از او خاطر اساسات و دانستن خود ECG و به خصوص اگر شما دکتر الکتروفیزیولوژی باشین به شکل بسیار عمیق باید بفهمیم از هر نگاه به انواع و اقسامش. باز به خیر اگر پروگرام های پیس میکر ما شما پیش رفت و کارهای عملیش رسما شروع شد و جایش دیدیم که وجود داره و کارها بیشتر پیش میره. باز میشه که روی مپینگ و روی اپلیشن ها درس را شروع کنیم و در اونجا دیگه ریتم به شکل بسیار متفاوتش، یعنی شما انواع و اقسام EKG ها را خواهد دیدیم که گراف های مختلف از خود داره و انواع و اقسام، ولی اساسات است. همی که ما بفهمیم خود EKG یعنی چی، یعنی چی رقمی به وجود می آید. بسیار به شکل سادهش در زمانهای بسیار قدیم اولین دکتری که متوجه شد در حقیقت می عضلات که در بدن ما شما حرکت میکنه توسط برق حرکت میکنه و او هم زمان فکر شد که پای یک بقره که تست میکرد با یک ولتاژ برقی مواجه ساخت و او پایش که تنها جدا شده از بدن بقره بود در لابراتوار شروع به حرکت کرد و از اینجا احساس کرد که این حرکت یعنی عضلات که خود تخلص میکنن ارتباط داره با برق یا توسط برق به وجود میآید و از این خاطر تا به امروز دیگه ما فهمیدیم که کار برق است که در حقیقت هر تحرکی که میکنیم نمی که مگب میزنم زبانم خودش یک عضله است، عضلات صورتم یا وقتی راه میگردیم هر کار میکنیم به همون شکل حرکاتی که در قلب اتفاق میفته حرکات برقی است در حقیقت که سیاله های برقی از خود قسمت ساینس نود قلب شروع میشه از سه طریقه از جداره های خود right and left atrium پایین میشه به AV نود. از AV نود در اینجا یک مکس کوتاه داره و هم به خاطر تغییرات فیلترها یا حجرات مختلف که در اینجا دریچه های مختلف آخذه های مختلف وجود داره یک مقدار کمی استادگی در اونجا به وجود میاره، کم پی آر به وجود میاره و بعد انتقال پیدا میکنه در رایت و لفت بندل برنچ ها و از طریق از او که نمی در قدم قسمت کیوی کیارس تشکیل میده و بعد از او میره که خود کیارس بستن قسمت هاست که در حقیقت پروتنجی فایبر هاست که در میلیون ها تا پخش شده در روی خود right and left ventricle و از همزمان هر دویشه باعث دیپولارایزیشنش میکنه و دوباره به همین شکل ما یک خط پلاتفورم میبینیم و بعد دو تی ویو میاد. تی ویو هم حالت است که در حقیقت قلب دوباره برق را که گرفته پس دوباره به حالت نرمال خود میاد که در حقیقت یک پتانسیل برقی را دوباره به وجود میاره و او باز میشه که توسط EKG به شکل موجی تی رسم میشه و در حقیقت اینجا من بر شما را شیر میکنم چیزی که در وبسایت مترانیک پیدا کردم. من فکر میکنم که از این که من جور کنم به نظر من کار بهتر اینا انجام دادن، نیاز نبود به او بیشتر. باشم که من همین شکل گفتیم میبینیم دی بالا امو SA نود است. SA نود در حقیقت جنراتور قلب است. جنراتور قلب است که از حجرات مخصوص خودش ساخته شده و او قابلیت به وجود آوردن یک امپالس برقی دارد. از مو خاطر میگم که قلب خودکار است. درست است که اعصاب سمپاتیک و پراسمپاتیک
اینا در آهسته کردن و تیز کردن قلب نقش دارن که معصب 12 است، ولی در حقیقت خود برق قلب خودکار است، از خودش به وجود نه. هر اتفاقی که به قسمت ساینس نود اتفاق بیفته که ما رو ساینس نود دیسفانکشن میگیم یا بعضی وقتا ساینس ارست به وجود نه، یعنی کاملا از کار میفته. قسمت های دیگه قلب، تقریبا اکثریت قسمت های قلب قدرت جنریتور شدن داره، ولی بیشترین قسمتی که قدرت زیر داره که امپالس تولید کنه ساینس نود است. ولی اگر ساینس از بین بره ای وی نود اکثرا قدرت به دست میگیره. بعضی وقتا به جای ساینس قسمت های مختلف ایچم امپالس تولید میکنه که ما ایتریال فیبریلیشن یا ایتریال فلاتر رو میبینیم، یا اکتاپیک ایتریال ریتم میبینیم، یا اکتاپیک ایتریال و مولتیفوکال ایتریال تاکیکاردیا و انواع اقسام چیزهای دیگه به وجود میاد که ساینس نیست. یعنی بر علاوه خود قسمت ساینس، قسمت های مختلف ایچم هم میتونه که کار انجام بده. و مو شکل که میبینین همین سه بخش هست که امپالس ها را پایین میاره و خود قسمت بین ایتریوم و ونتریکل که هست توسط والو ها که از هم دیگر جدا شده مثل یک عایق عمل میکنه و از همون خاطر مسیر برقی مستقیم به طرف ایوی نود و در ایوی نود همون مکس ایجاد میشه و با دو پایین میشه و میبینین رایت لفت وجود داره و متمیره به پورکنجی فایبرز. اگر اس نود از بین بره اکثرا ایوی نود سرعت به دست میگیره. اس ای نود سرعت نرمالش 60 تا 100 است. ای وی نود سرعت نرمالش در حقیقت 40 تا 60 است و خود فایبرها که است در پایین از 20 تا 40 می باشند. شما ببینید یک وایت کیورس وجود داره و سرعتشون در حقیقت 35 است. میفهمین که یک ریتمی است که از ونتریکل به وجود آمده و اگر سرعت هر چیزی که از 100 بالا شود او را تاکیکاردیا میگن و چیزی که از 60 پایین شود او را بریدیکاردیا میگن. ولی مثلا accelerated junction rhythm وقتی گفته میشه که ایوی نود چون سرعت طبیعیش 40 تا 60 است، اگر از 60 تا 100 باشه این رو به نام accelerated junction rhythm میگن. اگر سرعت مثلا پورکنجی فایبرز یا خود ونتریکل بیشتر از 40 باشه accelerated ventricular rhythm میگن. ولی هر چیزی که از 100 بالا باشه یا ventricular tachycardia، junctional tachycardia، sinus tachycardia برزی گفته میشه. خوب است که فهمیده شود که وقتی بریدیکاردیا میگیم کمتر از 60 است، وقتی که تاکیکاردیا میگیم همین اصطلاحی را که به کار میبرن بیشتر از 100 گفته میشه و اینا خوب است که بفهمیم چون اکثریت اندیکیشن ها برای پیسمیکرها و آی سی دی ها و اینا روی تعریف هایی که شده که در کدام وقت مثلا اگر گفت سیمپتوماتیک بریدیکاردیا هدفش هم است که از 50 پایین باشه، مهم نیست که از کجا او منشأ گرفته. خب در اینجا کوشش کردن که توسط رسمای مختلف می ارتباط نقطه زرد که وجود داره ساینس نود است. بر شما میخواد که تصویر به تصویر بگوید که از شروع میشه چی تصویری در ایکیجی میبینین. اما قسمی که گفتم برای اولین بار وقتی که این کار کردن خب وقتی که متوجه شدن که خب قلب برق داره کوشش کردن که الکترودها را در روی بدن انسان قرار بدن. الکترودها را بردن در ماشین توسط یک امپلیفایر او را چندین مرتبه امو مثلا اگر 1 ولت برق مثال براتون میگم از روی بدن برداشت میکردن او را ضرب 100 میکردن. اگر 1.5 میبود 150 میشد، اگر 2 میبود 200 میشد و در اون طرف یک دانه ورق گذاشتن و خود می ولتیج می ماشین وصل کردن به یک دانه قلم و این قلم نوکش روی می ورق گذاشتن که این برقی که تولید میشه یک تصویر ایجاد کنه که اولین بار هم ایکیجی به همین شکل تصویر ایجاد شد. این کار امروز الکترونیک شده و ماشینای کارا را میکنه. اینا تمامش از همون میایه که در ابتدا
به همین شکل حوالین پیک یا استی به وجود آمد و بعد از او دانشمندان شیشتن هر کدام رو تحلیل کردن، تجزیه کردن. بعد از او در حقیقت لیدهای مختلف که باعث کامره استفاده میشه به قسمت های مختلف در دستا و پا و در خود چست یا در سینه گذاشته میشه. در حقیقت کامرای مختلف است که همین اشکال کیارستی که در اونجا رسم میشه به شکل نرمال رو رسامی کردن و متوجه شدن که خب به این شکل دیده میشه. حالا بیایم که ببینیم مثلا چیزی که غیر نرمال باشه چه رقم دیده خواهد شد. و به همین شکل گپ کلان شده رفت و امروز که حالا وقتی بسیار تکنولوژی بسیار پیشرفته شده دیگه گپ به مایکرو و میلی سکند و بسیار دقت بسیار زیاد شده. یعنی مثلا شما حتی میتونید قسمت های مختلفی از ایوی نود در یک EKG پیشرفته که شما به الکتروفیزیولوژی به کار میبرین در دستگاه امروزی اونا شما تنها پیک کیارستی نمیبینین. خودمی قبل از اینکه مثلا کیارس به وجود بیاید شما قسمت ایوی نود و چندین قسمتش میتونین به شکل مشخص پیدا کنین که مثلا اینجا مده ایوی نود رسیدیم، اینجا این اسپک است مربوط قسمت پایین ایوی نود است، قسمت وسطش است. این حالا من به طرف راست رفتم و لفت رفتم. از او خاطر دیتیل به مراتب زیاد شده رفته ولی ابتدایی به همین شکل با وجود آمد و می رقم که میبینین امپالس از ابتدا از بالا که میآید وقتی هر دو ایچ رو ما دیپولارایز میکنه اکثریت مواقع باید اینا همزمان اتفاق بیفته مگر اینکه ریگورجیتیشن ها باعث دایلیتیشن و مسائل دیگه شده باشه که شما اگر ناچ پی ویو میبینین ولی به شکل نرمالش همیشه چون همزمان اتفاق میفته شما یک پی ویو میبینین و او هم اپرایت میباشه و اکثرا وقتی که ایکیجی رو بر شما نشان میدن مثل همینجا کالا نشان دادن هدفشون از لید دو است و لید دو با سر لیدا یک روز میشه که ما شما خوب سعی مفصل گپ بزنیم. وقتی لید دو میگیم در حقیقت الکترود مثبت در پای چپ است و منفیش در شانه راست است و این خودش همین جهت را که خود همین الکترود به وجود میاره مشخص در جهت است که اکسس خود قلب وجود داره. به این معنا که خود همین ساینوس نود از بالا که میاد به طرف ایپکس قلب انرژی برقی حرکت میکنه اما امپالس برقی منظم به طرف الکترود مثبت لید دو میره و از اون خاطر لید دو همیشه یک لید استاندارد است. در هر جایی که شما برین مثلا در داخل امبولانس ها از لید دو استفاده میشه یا مثلا در بخشای تلمتری مثلا در کنار مریضا ماشینایی که گذاشته می باشه اکثرا یک لید می داشته باشه چون فقط شما میخواین ریت و ریتم بفهمین. اکثرا در جایی که فقط شما میخواین ریت و ریتم قلب بفهمین که آیا قلب در اریتمیا است یا نیست و ریتش چطور است و قلبش بسیار تیز است یا بسیار آهسته است از لید دو استفاده میکنین. از این خاطر دیگه بعد از هر چیزی رو که روی یک لید که نشان میدیم لید دو است و در لید دو همیشه باید پی ویو اپرایت باشه و شکل نرمالش به همین شکل دیده میشه. اما تو که میبینین در وقت در ایوی نود پایین میآید در اینجا همو بریکی را که بر شما گفتم چون کلسیم چینل ها و مسائل دیگه که اتفاق میفته سرعت جریان برقی در اینجا کمکی و تأخیر مندازه که هم زمین یکی از دیگه از دستگاه های مغلق کائنات بزرگ است که به خاطر این کار باید صورت بگیره که یعنی یک تأخیر باید وجود داشته باشه که معلوم دار است وقتی که ایچم در ابتدا خود وروا واز میشه یک مقدار خون به شکل پاسیو داخل ونتریکل میشه و بعد از او یک ایچل کیک داریم که شما بهتر از ما میفهمین ایکو حتما زیاد کار کردیم و در خود ایچل کیک در حقیقت ما شما می پی ویو اتفاق میفته و اینال در اینجا نیاز است که اگر فکر کنین برق مستقیم از A به V میره بدون تأخیر خب هر دویش همزمان سر یک دیگه پمپ میکرد خب هیچ امکان نداشت همودینامیکلی کار نمیده که A سر هر دویش خب انفجار میکرد هیچ امکان نداشت که هر دویش سر یک دیگه پمپ کنن. اول A میره بازی که آرام میشه باز V میره و از همون خاطر اجازه میده که همودینامیکلی خون در جریان بیایه و امی
تأخیر امینو بسیار مهم و حیاتی است. با اکثریت دیوایس هم شما میبینین اگر خود مریض همین قابلیت از دست داده باشه، بلاک های قلبی باشه یا هر مسئله دیگه باشه، شما مجبور هستین که اما رقم که قبلا گفته بودیم SAV و PAV Paced AV Delay و Sensed AV Delay در حقیقت اینمی قسمت است که شما را تنظیم میکنین تا امی سینکرونیزیشن و امی از نظر همودینامیک امی PR انترول که مریض به او خوب است و آرام است، شما از طریق پیس میکر میتونین رو وجود بیارین. میبینین که همون برق دیگه اینا داخل قلب میشه یا به طرف راست و چپ میره. در حقیقت نزدیک پیارس شدین و در اینجا خود بخش کیوس که در پرکنج فایبر رسیدگه و حالا بسته خود کیارس است که دیپولرایز شده. این قسمتی است که در حقیقت قلب ریپولرایزیشن میکنه. از نظر برقی برقش در اینجا است که به الکترودها میرسه و این ترسیم میکنه بر روی ورق EKG. بازم میگم گپا امیدوار هستم خسته کن نشوه، گپا ابتدایی است. یکی بفهمیم وقتی که می گپا را گپ میزنیم امواج چگونه با هم دیگر ترسیم میشه. یعنی وقتی که موج اولی را میبینیم به نام پی یاد میشه. اولین موج منفی به نام کیو است، به خاطر که موج بعدی که بعد از آر میایه او دیگه کیو نیست، او اس است. فرض مثال اگر شما یک تا موج منفی داشته باشین او کیو اس گفته میشه. اگر شما مثلا دو دانه موج منفی داشته باشین، یعنی یکی پایین بره باز بالا بیایه باز پایین، مثل یک ام، یکیش کیو میشه باز آر میشه باز اس میشه. و اگر شما مثلا یک دانه کیو باشه باز آر باشه باز اس باشه باز بالا باز پایین بیایه دیگه اس زبر میشه به اصطلاح. اگر دو دفعه بالا بره یا دو دفعه مثبت شوه یکیش آر است دیگهش آر زبر میشه. موج بعدی ما موج پی است. یه خوب است که باز انواع و اقسام کیارس ها رو پیدا کنین، باز روش نامگذاری کنین، بگوین که در اینجا دیده به نام چی یاد میکنین. از امو خاطر اولین منفی به نام کیو یاد میشه که پیش از آره و اولین مثبت ما آر میشه و بعد از او اولین منفی بعد از آر اس است. من مطمئن است این گپار میفهمین، ولی خوب است که من چون درک ندارم کی در کجا قرار داره، من مطمئن استم غیر از دکتر سگام حتما کسان دیگه هم هستن در گروه. خوب است که اینا یادآوری شد به شکل مجموعی. باز هم در بخش بسیار مهم گپ در بخش CRT ها شما متوجه خواهد شدیم که کیارس بسیار ارزشمند است. اگر بیشتر از 130 میلی سکند باشه او را غیر نرمال میگیرن. اگر شما کندکشن سیستم پیسینگ بکنین به این معنی که لید خود در قسمت لفت بند و برنچ جایگذاری کنین یا اسکریوش داخل بسازین، این کیارس شما را نیرال میسازه و استانداردها در اونجا هست که پایین تر از 130 میلی سکند در حقیقت قابل قبول است. اون نوع امپلانت حدود 120 میلی سکند تا 200 میلی سکند اما PR انترول نارمال است، به خاطر که اگر PR شما یعنی first degree AV block باشه اندیکیشن های پیس میکر برای پیس میکر نیاز نیست، ولی اگر حالا مریض پیس میکر به هر دلیلی داشته باشه شما قابلیت از او دارین که اگر PR انترولش بسیار طولانی باشه او را adjust کنین توسط PAV و SAV. از او خاطر خوب است که بفهمین اما اندازه نرمالش تا کدام اندازه است. در حساب پیس میکر ها
با میل سکند همیشه گپ زده میشه اندازه ها و همون رقم که گفتم در حقیقت همون ورق که قرار دادن و قلم روبروش قرار دادن ورق وقتی که حرکت کرد نوشته هم EKG به روش به وجود آمد از اون خاطر همین سرعتی که ورق حرکت میکنه در حقیقت حالا خب به شکل الکترونیک هم است ولی دیگه هم استاندارد است اما سرعتش یعنی به میلی سکند شما در حساب که در حقیقت هزارم مثل یک ثانیه است یک میلی سکند شما او را اندازه گیری میکنین به حساب پیس میکر دیگه خوب است که هر چیزی رو که گپ میزنیم به میلی سکند بگویم و کمی که پیش رفتیم من ریاضیان براتون میگم که همین محاسبه چطور صورت میگیره در حقیقت وقتی که یک هزارم حصه یک ثانیه میلی سکند باشه در حقیقت یک ثانیه مو 1000 میلی سکند میشه و 60 ثانیه که یک دقیقه است 60000 میلی سکند میشه دیگه اگه بگوین یک بیت پر منت در حقیقت شما 60000 تقسیم 600 میکنین در حقیقت 100 بیت پر منت به دست میآید بسیار به سادگی از او خاطر تبدیل کردن ای که میلی سکند بر بیت پر منت چی رقم صورت میگیره روش کمک گپ میزنیم پیش بریم ولی بر صورتش خوب است که بفهمین تا 120 میلی سکند چیز نرمال است و اگه بسیار ارزشمند است بازم براتون میگم شما در بخش CRT ها اندیکیشنش هم است که اگر چاک باشه در حقیقت یک بندل برانچ بلاک وجود داره و اگر او به خصوص لفت بندل برانچ بلاک باشه و باعث شده باشه که مریض هارت فیلیر برش ایجاد کرده باشه عدم کفای قلب به وجود شده باشه با گذاشتن یک LVL شما میتونید که سینکرونی رو به وجود بیارین و در حقیقت کیارسش نیرو بسازین مثل حالت نرمال رو به وجود بیارین و این سینکرونایزیشن باعث میشه که ایجکشن فرکشن بالا بره و مریضا از عدم کفای قلبی در صورتی که لفت بندل برانچ بلاک داشته باشن نجات پیدا کنن از خاطر پسان باز متوجه میشین که این نمبرها چرا قدر مهم است ولی شاید حالا خسته کن باشه چون شما هم گپای ابتدایی رو میفهمین اما قسم گفتم به میلی سکند اندازه میشه قراره که شما میدانین هر خود قسمت EKG که هست از قوطیکا و باکسکای کلام و خودترک در بینش ساخته شده بعضی یا اکثریت وقتا هر 3 ثانیه هم یک مارکر در او ایجاد شده که زمان بندی را در حقیقت بر شما نشان میده که سهولت ایجاد میکنه در محاسبه که سرعت ضربان قلب شما پیدا کنید روش‌های بسیار مختلف است که شما سرعت پیدا میکنید ولی به هر صورتش که باشه حتما که وقتی شما میگین 100 بیت پر منت تایم است و شما مو تایم نیاز دارین که پیدا کنین در اینجا تایم به حساب پیس میکره 40 میلی سکند در حقیقت هم یک باکس خودترک است هر باکس کلام از 5 دانه باکس خود ساخته شده از نظر زمان و 200 میلی سکند دور میشه و دانستن همی بر شما متوجه خود شدین که در حقیقت اگر شما این ضرب 1 دقیقه کنیم همراه که گفتم 1 دقیقه شما 60,000 میلی سکند میشه به خاطر که یک ثانیه شما 1000 60 ثانیه شما 60,000 میشه و قرارم محاسبه که میبینین در اینجا 60,000 تقسیم 600 کنین 100 بیت پر منت به وجود میاد اینا خوب است که به خاطر که وقتی که پیس میکر انترگیت میکنین دیگه شما اکثریت جایی که چیزایی که نوشته است مثلا پیس دیوی، سنس دیوی یا دیتکشن ها برای خود ICD ها که در کجا مثلا میخواین شاک باشه در کجا میخواین که ATP باشه و مسائل اینچنینی تراپی هایی که در خود یک ICD قرار میده اینا تمامش به میلی سکند انجام گرفته یا مثلا وقتی که لید کنکت میکنین در HM و اونجا میبینین که ضربان atrial flutter در خود
اتریوم حدود فرض مثال 240 میلی سکند است، سرعتش به 20 پر منت میتونین تبدیل کنین. اگر نباشه نخواسته باشین فقط به خاطر تراپیش رو تداوی کنین با سرعت بیشتر او را پیس میکنن که مو سرکت از بین ببرین. در حقیقت میگین خب که 220 است، من در حقیقت 200 میلی سکند پیس میکنیم که بیرون شد. در حقیقت چیزی را که میخوایم بگویم این است که این رو به تکرار و به بارها و به جای مختلف میبینیم و یک چیزی که اکثریت مردم به کمک کنفیوز میشه این است که هر قدر که میلی سکند کمتر شد سرعت بالا میره. یعنی اگر معلومدار است که در مقدار زمان کوچک ما چندین تا کیورس داشته باشیم، به این معنی است که سرعت قلب بسیار زیادتر است نظر به ای که در یک مقدار زمان مثلا 1 تا کیورس باشه. از او خاطر دو تا معکوس یکی دیگه هستن، 20 پر منت همراه با میلی سکند. حالا خوب است که فهمیده شد یک باکس خود 40 است و باکس های کلان 200. و اینجا در حقیقت کوشش کرده که همین چیزها را به شکل پرکتیکال بر شما بگوید. همین رقم که میبینین اکثریت مک اندازه گیری میکنم، یک تا باکس 300 میشه، باکس دوم 150، باکس سوم 75 و باکس چهارم 300 150 175 و بسیار بسادگی میتونم بگویم که بالایش 75 بیت پر منت است. ولی اگه بخواین 4 دقیق باشین که حتی باکسک های خورده رو به او در نظر گرفته باشین، اکثریت مواقع چیزا نیاز نیست مگر اینکه سرعت قلب بسیار بالا باشه و شما بگوین که یک قدری کیورس ها هم دیگر نزدیک است که ما باید کل چیزا رو محاسبه کنیم تا به شکل دقیق بگویم که آیا 200 بیت پر منت است یا 240. در اونجا ارزش پیدا میکنه. ولی شما بگوین 75 است یا 70 است یا مطرح نیست، ارزش نورمال ساینس است. ولی اگر بسیار به شکل دقیقش باشین که خود پیس میکران محاسبه میکنه، هر باکسک خود اون 40 میلی سکند است، هر باکس کلان میشه 200. در حقیقت در اینجا ما شما 1 2 3 4 ضرب 5 20 دانه باکسک های خود داریم که هر کدامش 40 میلی سکند است، 800 میشه 60,000 که در حقیقت 1 دقیقه است، تقسیم 800 که کنیم اون 75 است. یعنی می شکل تمام چیزهای دیگه هم محاسبه شده، وقت شما را نمیگیرم. خب این حال سوال اینجا مطرح میشه که خب چی رقم یک ریتم مثل از ایره یا اتریال فیبریلیشن من محاسبه کنم؟ به خاطر ازی که خب یک آر تا آر تا آر تا آر دومی از هم دیگر بسیار متفاوت هستند. یکیش بسیار دور واقع شده، یکیش بسیار نزدیک است، یعنی ریتم irregular. از اون خاطر هم رقم گفتم در هر EKG میبینیم که یک نشانگک داره که هر 3 ثانیه را قطع میکنه، نشان میده که این 3 ثانیه است. و هم دلیلش نمی وضعیت است که اگر irregular باشه و به شکل هر آر تو آر متفاوت باشه از یکی دیگه، مثلا ساینوس نود دیسفانکشن است یا ساینوس اریتمی است یا اتریال فیبریلیشن است، در تو اوضاع نیاز داریم که 60 ثانیه را پیدا کنیم که چند دانه کیارس وجود داره ضرب ده کنیم به شکل تقریبا براتون میگه کنه سرعت قلب چند است. بسیار گپ ساده است دیگه، من مطمئن هستم همه میفهمم گپا. اینجا کوشش کرده که شما رو تست کنه، من نمیفهم که شما میخواین اشتراک کنین یا نکنین. نخواین باز من خودم هم پیش میرم جواب رو میتونم براتون. ما یک ثانیه براتون وقت میتونم که اگر میگین که شما میخواین جواب رو بتونین در مسیج برای ما تکست کنین، اگر نه باز هم پیش میریم ما تمام همو جواب رو میتونم. اینجا من فکر میکنم بسیار زیاد نالج چک های دیگه هم اومده. قبلا هم که من روی دکتر سبا گفت زدیم، فکر میکنم بعضی کسا در حالت درایو هستن یا به طرف کار روان هستن، اکثرا قابلیت تکست کردن ندارن.
من در تکست مسیج ها چیز خاص رو ندیدم، پیش میریم اما تو خودم با جوابام پیش میریم. من مطمئن هستم همه شما این گپا رو میفهمین. فکر کنم که کسی بسیار خوب. یکی از دکتر سبا میگه که پیار انترول ما 120 تا 200 باشه. ام، AV node connect his AV node connect his خب PR interval درست است. هم قسمت 120 تا 200 است که گفتم. بیشتر از 200 که در حقیقت همون یک باکس کلان میشه. اگر شما دیدین از یک باکس کلان بیشتر است، در حقیقت first degree AV block است. یک دکتر صاحب دیگه میگه که AV نوت 40 تا 60 بیخی درست است. رقم که گفتیم از خود فرکانجی فایبر ها سرعتش 20 تا 40، AV نوت 40 تا 60، ساینس 60 تا 100. فرکانجی نتورک است. جوابش همون است که depolarizes the ventricle. بند و برانچز که است خب معلوم دار است جمع جای است که از ایوی نود میه و به فرکانجی فایبر میره. دیگه جوابا هم داده شده. زیاد تشکر. اما تو پیش میریم. خب خوب است که این ساده است دیگه. اگر میل سکند از 60,000 رو تقسیم همون نمبر کنین 20 پر منت بر شما میده و همین شکل معکوسش 20 پر منت بر میل سکند پس بر شما میده. 50 رو تقسیم 60,000 کن میره. اینا دیگه بسیار ابتدایی است. من استم در مجموع وقتی که انترپرت میکنین به شکل بسیار ساده است. به شکل پیشرفتش گپ نمیزنم. مثلا یکی از تصویرها رو که بر شما رام کرده بودم در گروپ چت در واتساپ، شما تمام اختلالات میتونن که اکثریتش پیش بینی کنه. من نمیگم که 100% تغییرات EKG در وجود میه، ولی بسیاری گپا رو میتونن شما در اینجا ببینن. ولی ما اینجا چیزی رو گپ میزنیم روی ریتم گپ میزنیم. اکثریتش کدام ریتم شما میتونن چگونه بخوانین، ببینید کدام ریتم در اینجا وجود داره. اول خب ریت ببینید. معلوم دار است که اگه پایین باشه نامش برادیکاردیا میشه. اگه سرعتش از 100 بالا بود اونمو تاکیکاردیا میشه. از اون خاطر مهم است اول ریت ببینید که سرعتش چقدر است. اکثریت کارهای امروزی خود به خود ماشینا براتون میگه، ولی زیادم خود با واسطه ماشین نکنید، چون ماشین ممکنه که غلط بگه، آرتفکت بخونه. و ما بسیار جای دیدیم تیرم استفاده میکنه که دبل کانتینگ میگه. یا مثلا اگر سرعت قلب 100 باشه 200 میگه، به خاطر که QRS و تیر دو تا QRS فکر کرده. از اون خاطر اشتباهات ماشین هم میکنه دیگه. خوب است که ما بفهمیم که ریت چی رقم، بفهمیم که ریت چی است که تا میالیم سرش کپ زنیم. دوم رگولاریتی است. اکثریت ریتما را شما زمان میفهمیم که چی گپ است که رگولاریتی را بفهمیم. فرض مثال وینکی بک نظر به third degree AV block، یکیش regular است دیگهش irregular. مثلا atrial fibrillation نظر به junctional rhythm. چرا junctional میگم؟ بعد اکثریت ایفب ها که است پی ویو اقدر تعدادش زیاد است که بیخی خط مستقیم ولی دیده میشه. من اکثریتش بسیار مشکل است که شما پی ویو پیدا کنید، نخاطر که هزار همین نام فبریلیشن است دیگه. پی ویو در اینجا وجود داره، از اون خاطر چیزی رو نمیبینه. من نمیگم همیشه درست ولی هست.
و از این خاطر رگولاریتی اینجا بسیار با ارزش میشه. اگه بسیار irregular باشه که irregularly irregular است، از اونجا شما میفهمین که atrial fibrillation است تا پی وی رو ندیده. خودش نشان میده که اگه پی رو ندیده و بسیار irregular به دیگر ریتم نیست غیر atrial fibrillation. بعضی وقتا مریض یک بندل برانچ بلاک داره یا یک حالت دیگه است به نام aberrancy میکنن که در این حالت خود کیارس بسیار چاق معلوم میشه و اگر سرعت زیاد باشه، فرض مثال 200 بیت پر منت باشه، شما بعد نگاه اول فکر میکنین که شما یک ventricular tachycardia رو میبینین و خطایتان میکنه که مریض شاک بتین یا اگر در دستش شما نباشه دواهای ضد از او استفاده کنیم که سرعت قلب پایین برن، در حالی که اشتباه است. فقط اگر به دقت بیشتر ببینین که آیا سرعت بالایی که هست irregular است یا regular است، متوجه میشین او این atrial fibrillation است و چونی بسیار سرعتش بالا بوده و بین آرایش متوجه نشدیم و چون atrial fibrillation اکثرا پی ویو هم نداره دیده نمیشه. فقط چیزی را که در اونجا بر شما میگم متوجه میشین که در حقیقت به مقدار بسیار کم چون سرعتش بالا است ولی irregular است. تمام QRS ها در کنار هم دیگر به شکل بسیار منظم قرار نمیگیره که وی تک باشه. ما بسیار کسا رو دیدیم که وی تک و بندل برانچ بلاک ها همراه با atrial fibrillation اشتباه داره. بسیار دکترها رو دیدیم. از او خاطر رگولاریتی بسیار گپ مهم است که در انترپریتیشن اگر ریت ببینین رگولاریتی رو ببینین میتونین ریتم متوجه شن که گپ کجا هست. مثال ها رو دیگه به اینجا بر شما شروع کرده و ما کوشش میکنم به صورت زیاد از سر از گپات شم، به خاطر که اینجا بعد از این دیگه ما شما مقدار زیاد مثال های EKG واقعی رو داریم که بخیر امیدوار هستم در تکس مسیج بر من ریتما رو ببین، اگر ببینم متوجه شدم میگه گپ نمیزنم، اگر نبود باز از شما میپرسم. اینا مثلا خب بسیار نگاه ساده میتونن بفهمن که اینا رگولر است، یک دانه پیک یک دانه کیارس است. من همیشه وقتی EKG را مطالعه میکنم اول از پی شروع میکنم، هم که به کیارس پی اپرایت است، بازم میگم اینا لید دو است. کیارس نیرو است که بیشتر از 3 دانه باکسک های خود همون 120 میلی سکند میشه که باشه دیگه نیرو نیست که بندل برانچ هست یا گپ دیگه که هست خلاصا نیرو نیست. و خود پی آر که هست یک دانه باکس کلام باشه و وقتی که زیادی چیزها رو ببینین باز به چشم شما عادی میشه. مثلا نمی اولی رو که میبینین که تمام پی و کیار است در بین باکس کلام است، یعنی کمتر از 200 میلی سکند است. پس به سرعت اثرش دیر میشم، یعنی این خودش پی آر انترول هم نرمال است، کیار طرف میبینم نرمال میشه و سرعتش هم در حقیقت بد نیست. همین شکل پیش میریم. اینجا فقط چک کرده که میگه ریتم نرمال است یا نیست. همونجا که میبینین ECG لید 2 گفته و اکثرات هم 0.2 میلیولت پر میلی میتر او هم سرعت ورق نشان میده. در مپینگ و در قسمت هایی که ما شما اپلیشن های اینا رو انجام میدیم و در خود الکتروفیزیولوژی اکثرا از 100 سویپ سپید استفاده و نام سویپ سپید یاد میکنن. این سویپ سپیدی را که میخواین ورق EKG از روی مقلم که گفتم تیر شد یا به باره دیگه همین EKG را که به نظر بگیریم اگر ما استرچ بتم شما چه رقم میبینید، به خاطر که میخواین دیتیل بیشتری از مسائل در درونش ببینین، ولی به این معنی است که سرعتش زیاد کردن یا کم کردن، فقط استرچش کردن حالا صفحه دیگه با سرعت دیر میشه چونی استرچ کرده، ولی که جایی را که شما اینجا میبینید به سرعت استاندارد است که در تمام چیزها به شکل استاندارد به می محاسبه میشه که تنها بحث ریتم باشه. خواستم من میرم یادآوری کنم. اینجا میبینید که پی به طرف پایین است ولی یک امو رقم که گفتم از پی شروع کنین باز در پی آر بیاین اما او کیارس برین
اما تو پیش برین آیا کنم چیزی خراب در اینجا میبینین یا نمیبینین. از نظر ریت به نظر شما تیز است سلوست چی است؟ اگر اینجا ببینین 300 150 175 خب نرمال است به نظر من. بین 60 تا 100 است. و از نظر با شما میتونین که بکسک های خود کلش بگین که 200 و 400 و 600 و 800 و تقریبا 80 یا 100 900 60,000 تقسیم 900 کنین تقریبا همین تو 100 داره. از خاطر ریتش درست است. ریتمش هم رگولر است. رگولاریتی هم سه چیز گفتم در نظر بگیرید. بعد یک دوست ما گفته که جنکشن ای گفته نمیشه فقط به خاطر که پی پایین است به این معنی نیست که جنکشن است. ای به خاطر از اینکه از یک جای دیگه غیر از ساینس میآید ای به این شکل دیده میشه. ای اکتاپیک است ایترال ریدم به خاطر از اینکه ساینس باید اپرایت باشه. فکر کنین از قسمت پایین ایچم حرکت کرده سیگنال اول به طرف بالا رفته از اون خاطر از پازیتیو پولی که گفتم به طرف پای چپ است دور شده از اون خاطر این منفی ساخته. زمان جنکشنال ریدم گفتم میشه. بسیار خوشم آمد که دکتر صاحب گفته بودن که پیار انترval بسیار کوچک باشه. فکر کنین از کدام قسمت جنکشن باید حرکت کرده باشه که شما پیر بتانین پیش از که آرس ببینین. معلوم دارسته که چه قسمت های ابتدایی یا بالای جنکشن است که هنوز هم تقریبا در نزدیک های ایچوم است ولی چون از بسیار قسمت پایین ایچوم است منفی معلوم میشه ولی دیگه شما پی آر در حقیقت نداریم. بسیار پی آر کوچک میباشه. این پی آر که از کوچک نیست نارمال است از او خاطر جنکشن نیست. جنکشن سه حالت داره یا ای که بسیار پی آر انترول کوچک و پی منفی است یا پی ایچ وجود نداره که در حقیقت هم در بین پی آر است. به این معنی که از وسط جنکشن شروع شده که هم پی و هم به بالا رفتن به پایین همزمان و در بین پی آر گم شده یا ای که بعد از پی آر به وجود آمده که شما اول پی آر میبینین بعد پی منفی میبینین. او ریتمای جنکشن میباشه. بریم به دومش. کوشش کرده که همین گپای را گپ زدیم بگه که رگولر است یا نیست این گپا. ساینس تاکیکاردیا، ساینس اریتمیا. ما به خاطر یک کمک تیز دیر میشم که استرپای بسیار خوبش بعد از اینا خو رسم شده که اون واقعیت ها را ببینیم به جای رسم. ساینس اریتمیا دیگه در حقیقت کل ما شما داریم نفسی که میگیرین کمک سرعتش تیز میشه نفسی که میکشیم کمک سلو میشه. از او خاطر به نام ساینس اریتمیا یاد میشه نه که ساینس نروس فانکشن. اینجا رگولاریتی رو میخوای بر شما بگویه. میبینین که پی پی یا آر آر هر دوش ایرگولر است. در حقیقت ساینس پازم بر از این میگن. اگر خود ریت در نظر بگیریم بریدیکاردیا است. اینجا یک دانه احتمالاً گفته میتونین پی ای سی است. irregular ساخته خود ریتم و خود ریت که است نرمال است. اگه اینجا سه دانه تریپلت بگوین برش سه دانه پی ای سی پشت که دیگه آمده یا اس وی تی اگه 4 دانه به حساب بگیریم. اینجا در حقیقت مولتی فوکل که قبلا ذکر کرده بودم چون پیا که هسته از همون خاطر مهم است که اول از پی شروع کنیم و ببینیم که آیا می پی اپرایت است یعنی میبینیم یکیش نقطه است یکیش بیخی ناچت است یکیش نارمال وری معلوم میشه یکیش کلان است یکیش خود است و از همون خاطر سرعت یکیش تیز است یکیش آسته است ایناست. به خاطر ازی است که از چندین قسمت ایچیم اینا فایر کردن میره و کندکت کردن میره پایین یعنی مولتی فوکل است نه ساینس نه.
اینجا مثال داده که کوشش کرده ایتریوم که ونتریکل جدا کنه، در پایین هم تنها ایتریوم نشان داده. اینا رسم است، واقعیت نیست. و فقط خواسته بگویه که ساوتوت وری یک چیزی به وجود میایه، دندانه که به وجود داره و او atrial flutter است. این atrial fibrillation است، بازم میگم که رسم است، ولی چیزی که بسیار مهم است irregular است. اگه ببینید اینجا نوشته کرده irregular، این به خاطر مهم است. اگه تنها irregular بگوین خب یک PAC هم میتونه که تو یک وضعیت وجود بیاره. بیشتر دیدن یک PAC بداره irregular گفت. irregular یعنی که هیچ دیگه کدام چیز regular اینجا پیدا نمیکنیم که کدام دو دانه آر با هم دیگر مشابه باشه. یکیش زود است، یکیش دیر است، یکیش نوخمه، یکیش بسیار وخمه. هیچ کدام رگولاریتی وجود نداره و پی ویو هم دیدیم که تعدادش بسیار زیاد بود. این یک مثال جنکشن است که از وسط خود جنکشن در منشأ گرفته. یعنی پی و کیارس همزمان اتفاق افتاده. یعنی جایی که حرکت کرده سیگنال خب و بالا هم رفته و پایین هم آمده و پی که ترسیم شده از پشت سر کیارس است که دیدن نمیشه. و سرعتش هم میبینید 40 تا 60 است که نرمال است با جنکشن. این سرعتش 60 تا 100 است، از او خاطر چون جنکشن است ما ایره accelerated junction نمیگیم که junctional tachycardia. SVT اینجا نوشته کرده، من موافق نیستم به خاطر از که وقتی کلمه تاکیکاردیا رو استفاده میکنین باید بیشتر از 100 باشه، ولی هدفش به نظر من می است که یعنی اگر اینجا نوشته کرده greater than 100 beats per minute supraventricular، ببخشید نه، همیشه وقتی که از 100 بالا بود تاکیکاردیا بوده. اینجا فقط یک PVC آمده، من مطمئن هستم دیگه PAC، PVC، PJC یا هر چیزی که premature است از جایی که منشأ میگیره. اگر در atrium باشه PAC میشه، اگر از ventricle باشه PVC میشه و از junction باشه PJC میشه. میگه من مطمئن هستم میگه تکراری و خسته کننده است براتون. یعنی چون میبینین که P وجود نداره، پس از ساینس به وجود نیامده و میبینین که regular است، پس atrial fibrillation نیست. میبینین که کیارس بسیار کلان هست و مورفولوژیش معلوم دارست که از یک ventricle rhythm است. یکان دفعه میتونه که شما را سردرگم بسازه. زمان ازی که سرعت نمی فرض مثال 40 تا 60 می بود مثل جنکشن، احتمال داشت که جنکشن باشه که یک بندل برانچ بلاک، ولی 20 تا 40 است، واید است، پی وجود نداره، احتمال بسیار زیاد ventricle rhythm است. accelerated ventricle rhythm احتمال ای که یک بندل برانچ بلاک هم داشته باشه و جنکشن rhythm باشه هم در اینجا وجود داره. در اینجا میبینید که پی ها یعنی ساینس کار خود پیش که همون نقاط کلانه که در بالا مانده کوشش کرده که بگه که اونو سرعت ساینس است. میبینید که تعداد ضربان ونتریکل نظر به ایتریوم زیادتر است، و این معنا که ساینس هیچ کندکت نمیکنه در پایین به خاطر که ریت در ونتریکل به مراتب بالاتر است، سرعتش هم بسیار زیاد است، پس تاکیکاردیا است و معلوم دار است که از پایین به بالا رفته و ونتریکولار تاکیکاردیا رو وجود دارد. اینجا هم ونتریکولار تاکیکاردیا است. اینجا گفته ventricular flutter، من فکر نمی کنم کسی چنین ترمایی رو استفاده کنه. این رو به نام fast VT هم یاد میکنه اگر سرعت بسیار تیز باشه، ولی چون regular است و تمامش به یک شکل دیده میشه، monomorphic است not polymorphic مثل تورسات، از او خاطر فقط VTAC. اینیش که از polymorphic است، یعنی از چندین جای آمده و
یا مورفولوژیش متفاوت است. این به نام تورسات یاد میشه. حالت بسیار خطرناک است. مریض در حقیقت در اینجا پالس دیگه وجود نداره، سرعت بسیار بالاست، irregular است. این سرعت بسیار دیگه بالاست، فیبریلیشن است، به هیچ عنوان پالس وجود نداره. منم ونتریکول فیبریلیشن یاد میکنم و 100% شاک نیاز است. دو تا اول سینکرونایز نیاز است، به یا کاردیوورژن نیاز بود و به دومش که است شاک نیاز است. چون ما شما کدام آره را به وجود نداریم که سینکرونایز کنیم. برسه ایوی بلاک ها با خود از نامش معلوم است که وقتی ایوی میگیم یعنی ایوی نود است. هر قدر که مریض شده میره ایوی نود دیگه مشکلش زیاد شده. در اینجا میبینین که از یک باکس کلانتر است پی آر، پس این فرست است. در اینجا میبینین که این پی آر ما شما نرمال است، کلان شده، یک دونه دراپ بیت به وجود آمده، پس خود شده. می وینکی باک است یا فرست سکند دیگری تایپ 1 است. irregular است. میبینیم که اینجا دیگه ایوی نود مریضیش بیشتر از فرست دیگری شده، سکند دیگری ولی تایپ 1 است. در اینجا میبینیم که پی آر انتروال ثابت باقی مانده ولی چندین دانه پی دراپ شده رفته. اینجا مریضیش بیشتر شده، دی سکند دیگری تایپ 2 است. از اینجا اندیکیشن شروع میشه به پیس میکر. در اینجا اگر متوجه باشین کنم پی و کیارس با هم دیگر رابطه خاصی نداره. بعضی پی آرها کلان، بعضی خود، یعنی پی کار خودم میکنه، کیارس کار خودم میکنه. ایوینود بیخی دیگه مریض است، وضعش خراب است و کاملا دیگه قدرت انتقال سیاله رو نداره. از همون خاطر third degree AV block نامش یاد میشه. و اینجا میبینیم که regular است. به خاطر ازی که ventricle به شکل regularly impulse روان کرده. و اینجا خودچونی رسم است. اگر رسم جدی بگیریم احتمالاً که یک junctional escape rhythm باشه، چون که رست زیاد زخیم نیست. بندل برانچ ها رو اینجا یادآوری کردن. اگر شما میبینید پی کیارس تی فرست دیگری هم اینجا وجود داره، یک کمک پی آر کلانتر از یک باکس است و کیارس ما بیشتر از تیران خاطرک است. از او خاطر بندل برانچ است. ولی که بگوین لفت یا رایت شما نیاز دارین به یک 12 لید EKG که بگوین در V1 ببینیم که چیز دیدن میشه. همون شکل گفتم irregular کنم پی ویو خاص شما دیده نمیتونین. atrial fibrillation است همراه بندل برانچ بلاک ها. اما قسمت وسطی رو که ببینین اگر سرعتش از اون کده بیشتر بره، همون مثال بود قبلا گفتم امکان داره شما خیلی وی تک کنین. در اینجا ببینین ventricular fibrillation است، irregular است. من میفهم که وقت بسیار کم مانده. اگر علاقه من بودین شما رو میمانم که جواب بتین، نباشین من به صورت اینا رو خودم براتون بگیم که چی گپ هست. 5 دقیقه وقت دارم، میخواین شما جواب رو بتین من ببینم در مسیج چی نشته میکنیم. حیفه، بسیار عالی. پیش میریم. complete heart block. بسیار خوب است که وینکی بک بعضی وقتا مردم فکر میکنه چون میبینین که پی آر کلان شده رفته ولی ببینین رگولر است. تفاوتش است. بسیار عالی. این ساینس بردیکاردی است.
اس تلویزیون هم داره، فقط کوشش کرده که شما را کمک آزار بده، ما سر ریتم گرم میکنیم. این فقط نورمال ساینسه. ساینس بریدیس. ساینس تک. ساینس ریتمیا. میم ساینس ریتمیا یا هم ساینس پازم به اون میگیم، یا ساینس بریدی کاردیا. ببخشید بیشتر ساینس بریدی کاردیا بود، به خاطر که سرعت کمتر از 50 است، irregular است. در قانون 6 ثانیه که استفاده کنیم کمتر از 50. این فقط یک پی ای سی استیجه. بسیار خوب. ساینس تک استیویشن. میترو فلر. بسیار عالی. ایفب. ایفب و بریدی کاردیا احتمالاً پیس میکر کار داره. یا جوابای عالی. ایفب و آر وی آر. ارتباط به اینکه چقدر پی آر شما کوچک است، جنکشن یا اکتاپیک. بسیار عالی جواب. یک ساینس بوده که طرف جنکشن داشته. بسیار عالی. این مثال خوبی جنکشن است. میبینین اچ پی آر وجود نداره. فرست دیگری. بسیار جوابای خوب. کمپلیت هارت بلاک. بسیار عالی. بله. تایپ 1 است. سکند دیگری. بسیار عالی. ونکی باک به شکل سادش.
مثال دیگه از complete heart block است. branch block بسیار عالی. میگم branch block است. LBB سخت است چون فقط یک لید است. PVC sinus rhythm. PVC sinus rhythm. بسیار خوب. PVC کاپلت زمان میگیم که 2 دانه PVC پشت پشت باشه. بیشتر از 3 تا شد باز تاکیکاردیا میگیم. با جمع زمان میگیم که یک به یک باشه تمام ریتم. E sinus number PVC. V تحت بسیار عالی. V فم. PAC PVC sinus bradycardia. احتمالاً first degree branch block. Sinus arrhythmia. Sinus bradycardia and بابا PAC. atrial flutter است. هم میبینین دندانه عرب است ولی 2 to 1 است. هیچی است به نظرتون؟ لیست SVT است چون P ویب نمیبینین ولی QRS narrow. پس بلندتر است ventricle است پس SVT. Sinus brady and بابا PACs. مچان کوشش کرده که یک چیزه کم از پیکس میکر اینجا با شما پرد.
من چون پی ویو اینو به شکل مشخص نمیبینم، احتمالا atrial fibrillation همراه با ventricular pace rhythm، به خاطر پیش از هر KRS به شکل بزار کلان KRS هست، یک دونه سپایک هم وجود داره که پیس شده. من کدوم سپایک برای A نمیبینم، بعض وقتا مقدار زیاد A میبینم، احتمالی که اگر atrial fibrillation که complete heart block بوده باشه که نیاز به پیس میکر داشته، از این خاطر پیس کرده. اینجا میبینین که سپایک ها وجود داره، یا که ریتم asynchronously پیس کرده، بعض وقتا کپچر کرده دادنش، بعض وقتا نکرده، یا ای که اندر سنسینگ کرده کیارس ندیده. این میبینیم پی کیارس هست باز پیس کرده، بعد از حتما کیارس متوجه نشده. یکی از دو تا است، فقط هم که بفهمیم که این پیس میکر مریض داره. به نظر شما دول چیمبر سینگل چیمبر چی گپ است اینجا؟ میبینین که پیس سی ردم یا کلش پیس شده. اینجا پی وی سی آمده دیگه، اینجا پی کیارس داریم باز پیس شده باز پیس شده. قدرت زیر داره که ای را سنس میکنه در وی پیس میکنه. دول چیمبر این ریتم چی است؟ second degree type 2 به خاطر که پیر انترول ما کانستنت است. و یکی از second degree type 1 است یا وینکی بک. میبینین که پیر انترول خودتر بوده، اینجا کلانتر شده، دراپ شده، باز پس خورد شده. پیس میکر به این کار نیست. این ساینس پاز است، ایسیستولی نیست. ایسیستولی زمان است که شما پی ویو میبینین و کدام کیارس باز دیده نمیشه، او را ایسیستولی میگن. پی کیارس دیگه ساینس پاز. اونمو پازیده که بیشتر از 3 ثانیه باشه یکی از ایندیکیشن ها برای پیس میکر.
یک یک تاپ ایترال ریتم است که یک جنکشنال اسکیپ ریتم میآید، چون پی وی اف دیگه باز نمیبینیم. اینجا یک SVT است در ابتدا، مریض میره داخل پاز و بعد از او باز میبینیم که یک PAC میآید، ساینس حرکت میکنه و یک جنکشنال اسکیپ. ایسیستولی زمان است که شما چندین دانه پی ویو میبینین که رست بعد از اون است. اگر شما هیچ پی ویو نمیبینین پاز گفته میشه، ساینس پاز. این فلاتر است، واضح است دیگه. همزمان بریدی کاردیا هم هست، پیس میکر کار داره.